حد این میشه برادران که ما 10 روز یا 15 روز وقت داریم انا آتشمون میتیان وقتی خود رو در دیگر جا نمیگذرونیم میم با دولت خودمون با وطن خودمون شودی زیبایی وطن خود رو میبینیم بچان وقت ما خوش میشه چه ما دولت دیگر رفتن انا شودی زیبایی آزادی دولت خود رو میبینیم و نوبرداری میکنیم پیش دوستان رفیقان بعدا انشالله خدا نصیب کرده باشه باز با دیگر دولت ها هم سفر میکنیم خدا خواهد با دیگر دولت ها را نوبرداری میکنیم پیشکش شما خواهیم. دوستان عزیز برادران رفیقان همین گشتنیسه را میدرم نرخ نوشم میبینم میپرسم چند ماه چی خیلی همش با شما میگم از سبب کم بودن ضریعت ما نمیتونم که با پراگی شما را مقصد نشون تیم که چند ماه چقدر پلای و چند خانگاه برای چند کس همه هم معلوماتی که برای شما در کوره دوستان عزیز و از همین مهمون خونه من نمیتوانم داده به خاطر که من ببینید کابل داره دیدید سومکه در پاور بانک هست واسطه پاور بانک مقصد من نوبرداری کرده ایستادم ضریعت من بسیار فرق با همین یک تموم شده ضریعت تموم شده دوستان عزیز خیلی باوری دارم که شما را درست میفهمین و باورم شاید که باورم کنید که من دروغ نمیگم شما را که چند پلای چی خیلی چی گپه اما برادران دوستان نفرانی که میخوان نرخ نوش فهمن با دقت باشم بعد از برآمدن ما با شما میرسونم گپ میزنم میگم تون که همین قبول بده است اگر با این سیم بدرم تلخشون میکفه تا اندازه میتونم نوبرداری میکنم در من این مهمان خونه برادران عزیز مهمان خونه انا به حد بعضی بس نرخ نوش نمیدونم میگن که نو ریمونت کرده گیان نرخ نوش میفهم میام برادرو گپ تو میزنم تلفن ضریعت ندارم برادران عزیز این مهمان خانه سوغدیان است و من میخوام که نرخ نوش را پیشکش شما نمایم اگر شما خواهید که نرخ نوای همین مهمان خانه رو فهمید پس در کامنتاری هم نویسید و هم با رفیقان دوستان خود فرستید لایک فراموش نکنید دوستان عزیز ما میریم همش هم میفهمیم بعدا مییم و شما گپ میزنیم